بچه‌م پرخاشگری میکنه، دیگه خسته شدم نمیدونم چی کار کنم. یکی از علتهای اصلی پرخاشگری بچه‌ها امر و نهی کردن پدر مادره. نگاه کن یه مثال براتون بزنم. شما خونه رفیقت میری یا خونه آبجیت میری یا خونه داداشت میری، شما رو یک سره داره امر و نهی میکنه، نصیحت میکنه. چرا این کار انجام دادی؟ چرا اینجوری میگردی؟ چه استحالی پیدا میکنی؟ فردا دوست داری خونهشون بری؟ نه خونهشون نمیری. برای چی نمیری؟ که حاج آقا برای خودم شخصیت قائلم. حالا بچه‌تونم خوش انصاف برای خود شخصیت قائله. وقتی امر و نهی میکنی، دستوری صحبت میکنی، این کارو انجام بده، این کارو نکن، مخصوصا زیر 7 سال، خب معلومه بچه پرخاشگری میکنه. این نکته رو حتما رعایت کنید. امر و نهی کردن از زندگی حذف کنید. پرخاشگری بچه کلا تموم میشه، تضمینی. آینده ساز باش برای یک نسل مهدوی.